من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که جور و صحتمند باشید. دختر افغان هستم که 365 روز میشه که گلوی مرا خفک کرده و در خانه نشستیم. ما به نمایندگی تمام همقطارانم روی اسکرین آمده و حق خود را از شما میخوایم. 1 سال میشه که ما مکتب نرفتیم. 1 سال عمر ما به هدر رفت. آیا ما میتونم که 1 سال عمر خود به شما ببخشم؟ روی چی دلیل؟ ما حق خود را از کی بخوایم؟ از جناب اشرف غنی، از جناب شهباز شریف، از نریندرا مودی و یا هم از آقای جو بایدن؟ پاسخگو 1 سال عمر به هدر رفتیم و کی خواهد بود؟ امروز من روز سیاهی و روز ماتم تجلیل میکنم